سلام علیکم، روز همگیتون بخیر باشه. از اونجایی که در مملکت عربی سعودی به خاطر موسمای حج و اینچنین عمره که مردم میکنند تمام سال، این مملکت هرگز از زائران یا کسانی که زیارت میکنند خالی نیست. خواه زیارتشان برای دیدن و تماشا باشد، خواه زیارتشان برای عبادت باشد. و برای تمام اینها ماشین یکی از وسیله های مهم هست برای گشت و گذار و رسانیدن به جای لازمه را. و می توانیم گفت که یکی از بیزنس ها و یا اینکه یکی از مهارت هایی که زیادتر با اون نیاز دارند این هم الکتریک هست. در شهر جده یک چند جای های کاری هست که نیاز به الکتریک دارند. این استای الکتریک باید خوب تجربه کاری داشته باشد، نه هر کس باشد. من الان چند تا جای کاری را پیشنهاد میکنم. صاحبان هر کدام این جایها هر گونه اصولویه های خودشون دارند، ولی در عموم تمام اینها شما را به کار قبول میکنند. بعضش جای خوب میتن، بعضش نمیتن، ولی باید گفت که تمام اینها تو را به کفالت خود میگیرند و تو اقامه دائمی مملکت عربی سعودی را به دست خواهی یافت. در مسئله وقت کاری و معاشی که میگیری یا اینکه توافق کاری چگونه می شود، می توانید که به این رقم هایی که هست دانه به دانه پرسید و کدامیش که موافقتان آمد می توانید با اون کس شروع بیزنس خود یا اینکه کار در نزد او کس را سر کنید. باقی زنده و سلامت باشید. آرزوی موفقیت برای همگی را دارم.